خیالم خیلی بگو نصرینو چه خیلی؟ 100%. بچه جان چه خیلی بچه جان؟ سازه دم خونه دگاوره بود. آچه گفتم نگاهش کازم یو. دم خونه بود سازه. و با خودت کم کم میجمونی شوخی و فقط بچوری هم کامپیر میمونی. نه خودم نگاهش میکنم. ازوریده زنگا سخت مهنت کردیم ها. خای سازه. نصرینو ساز دیگه. این بچه‌م چه خیلی بچه‌م طرف ما رفتگی و طرف مادرش. طرف ما رفتگی و طرف خودت. بسیار طرف ما رفته خسرو. نه؟ این که باشه ولی بگو هیچ کنه میگیرش تا چیله میره. شوخی کرده زمزیک نشه. همش نغز میشه. من اسفندیار جون همین اساس زندگی چیه؟ مثال همین مردک باید یه رفتاری کنه که ایزنش گپ نشنوه. انا که زنه کم در این بین باید یه حیله کنه که یک رفتاری کنه که ای شوهرش گپ نشنوه. انا وای زندگی شیرین میشه با مزه میشه. برای همین کار دنیا دا دلشاد جان تو پلنگ بچه اومدی سن خی برا خی سازی بچه جان تینجی خی راست خونه خی بچه را موچکه خی نازون تو پلنگ گ دلشاد جان سازی تینجی تو پلنگ السلام علیکم عذر یا لحظه سازی نازه که جان تینجی سازی خوبه رحمت دور دیدم خیلی کمتر یه روز که ناجوری ناراحتی خیلی به نسترین زیخی خیلی راست اگه ما رو داری دروغه سازی اگه زیخ بودی چواکو سر به سکون در اونکی زیخه اوتا زیخ سبب چیه؟ بچه دار شدم اکا چی؟ بچه دار شدیم بچه دار شدی؟ تبریک مبارک شو مبارک آفرین آدم مردم بچه دار شما خرسندی میکنه همسایه‌اش فایده میکنه جوراش فایده میکنه تشکیلی میکنه یا نون میتی آش میتی بو خرسند میشه که بچه دار شدیم بچه پگاه اوتا میگه تو چیکار تی خدر زیکی راست مگه راست برای چوای خزیکی آخی ایش که نیست نه بچه دار شدم اوخی مبارک شو میگم چوای خزیکی اگر زنم بفهمه کار میکنه برادرم کجا رفته؟ الو السلام علیکم و علیکم سلام قربانی نه خطا کده اینه میبخش عذر چه آدم بی حق هم سر سی شاده خورنک زد باردروغ چه خیلی آدم بی حق قربان باشی تلفن چی ده میبردی ما قربان ده زن زدیم تو قربان ده و تو قربان نباشی تلفن قربان چی ده میبردی قربان در کاره ما قربان زن زدیم باید قربان برداره این قربان نبرداشته زی کنی قربان کجا رفتی قربان چه خیلی نه گفتم اکا ما قربان نیستم همین قربانی گفته میمونی خوره این ساعت 3 شاده با قربان نباشه مایلش بخشیش عذر این قربان هم نگه مردک جان تلفن تان دا کدا زنگ زده استر زنه که همین شو تو سهره این مرا زنگ زده میگه قربانی میگم با قربانی نیستم باز زنگ میزنم مردک یا برو همون تلفن بردار بگو من قربانم کنی چی میگه بردارم من الو من قربانم چی میگی قربان جان من ساق سلامت خانه در رسیدم خوبای خوش